أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئي الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أن بللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئي الأرجاء سحرا. آیا باری از خودت پرسیده ای که چرا سامانه ها یا شبکه های اجتماعی اینترنتی رایگانند؟ به آسانی میتوان پاسخ داد. هرگاه برای استفاده چیزی مبلغ صرف نمی کنی، پس دانسته باش که خود مورد استفاده قرار میگیری. برای تجربه یک چند مدت از شبکه های اینترنتی دور شوید. سپس پی خواهید برد که با دوری از اینترنت چیزی را داخل آن گم نکرده اید و از دست نداده اید، بلکه بیرون از آن بزرگترین و قیمتترین چیزها را دارید از دست میدهید و خود در غفلتید. مثال، پدر و مادرهایتان پیش چشمانتان پیر شده ایستاده‌اند ولی این را احساس نمی‌کنید. پسران و دخترانتان از تربیت دور مانده‌اند اما این به چشم شما نمی‌نماید. دوست داشته‌ترین و نزدیکترین شخصان برایتان بیخبر گذشتند ولی این شما را از خواب غفلت بیدار نکرد. غیر از این، بزرگترین فرصت‌ها، قیمتترین و گرانبهاترین لحظه‌ها مثل ادای نمازهای پنجگانه، اذکار صبح و شام، تلاوت قرآن، همنشینی با پدر و مادر، تربیت فرزندان و پیگیری آنها، شنیدن اذان و اجابت کردن آن، استغفار هنگام سحر، نشستن و دعا کردن از پس هر نماز و پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستادن و چه بسا امکانیت‌های بزرگ دیگر را با نشستن پشت شبکه‌های اینترنتی از دست دادید. در حال از دست دادن قرار دارید. صد افسوس، ولی باز هم خود را از چاه غفلت بیرون نمی‌آورید. باری اندیشه نمی‌کنید. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.